إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاتقوا الله عباد الله، وبادروا بالأعمال الصالحة والتوبة فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. بادروا بالتوبة والأعمال الصالحة قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، قبل أن يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. در آغاز خطبه همه شما را به تقوا و پرهیزگاری و التزام و تمسک به دین و شریعت الهی سفارش و توصیه می کنم. در حدیثی به روایت عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما از کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده است که فرمود: صلاح اول هذه الامه بالزهد والیقین و یهلک آخرها بالبخل والامل. شایستگی و صلاحیت آغاز این امت و اول این امت با زهد و پارسایی و یقین بود. زهد و پارسایی و دلبستگی نداشتن به دنیا، عدم تعلق قلبی به دنیا و تعلق قلبی به جهان آخرت، و یقین به پاداش و ثواب اخروی، یقین به مرگ، یقین به جهان آخرت و حساب و کتاب بعد از زنده شدن بعد از مرگ، و یقین به پاداش و ثوابی که خداوند برای انسانهای مؤمن و مجازاتی که برای انسانهای کافر و فاجر در جهان آخرت تدارک دیده است. این زهد و این یقین رمز صلاح و شایستگی آغاز این امت بود. و یهلک آخرها بالبخل والامل. آخر این امت هلاک می شود، در هلاکت واقع می شود با بخل و با عمل. عمل یعنی بلند پروازی، عمل یعنی آرزوهای دور و دراز و نامحدود که در احادیثی آمده است: یهرم ابن آدم و یبقى معه اثنتان، الحرص والعمل. انسان پیر می شود اما دو چیز همراه او باقی می ماند:
یبقى معه اثنتان. حرص بر دنیا و عمل، حرص بر عمر، بلند پروازی و آرزوهای دور و دراز. در روایت دیگر آمده است که یحرم ابن آدم و یشب فیه اثنتان. انسان به سن پیری میرسد اما دو چیز در او جوان میماند: الحرص علی المال و الحرص علی العمر. حرص بر مال و ثروت دنیا، بر مادیات، و حرص بر عمر و زندگی. این همون عملی است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نسبت به آن هشدار داده است. چون معمولا آرزوهای انسان بسیار دور و دراز است، بلند پروازی های انسان بسیار بالاست که خیلی فراتر از محدوده عمر و اجل انسان است. عمل انسان از اجل انسان فراتر است همیشه. در حدیثی هم آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شکل مربعی کشید و از اون مربع یک خطی را کشانید تا بیرون اون مربع و فرمود این مربع محدوده اجل انسان است، چارچوب عمر انسان است که انسان از اون فراتر نمی رود و این خطی که تا بیرون این مربع پیش رفته است انسان است با آرزوهای دور و درازش، انسان است با بلند پروازی هایش. اون انسانی که عملش و آرزوهایش و بلند پروازی هایش خیلی فراتر از عمر و چارچوب اجل او است و این انسان را در معرض خطر قرار می‌دهد. با توجه به آنچه که در عصر حاضر وجود دارد، مشغولیت‌های عجیب و غریب و بی‌رویه‌ای که بر انسان تحمیل شده است، لغوی که در زندگی انسان وارد شده است و سراسر اوقات انسان را به خود مصروف کرده است و از طرف دیگر هم مغم زندگی، هم مغم معاش و کسب درآمد و گذراندن زندگی، هر دو انسان را آنگونه مچاله کرده است که دیگه نمیتواند به فراتر از آن فکر بکند. تمام هم مغمش مصروف دنیا شده است و آرزوهای دور و دراز که احیانا در انسان او را به خود مشغول می کند که از حقیقت و از هدف باز بماند. بزرگترین خطری که انسان را در این حالت تهدید می کند خطر تسویف و تأخیر است. تسویف و تأخیر یعنی به تأخیر انداختن و امروز و فردا کردن و خود را به آینده حواله کردن در ارتباط با دین و در ارتباط با عمل صالح. برای انسانی که دنیا را هدف می‌داند، خب ما حرفی نداریم برای او. کسی که دنیا را هدف دارد، به عنوان هدف قرار داده است و اصلا آخرتی ندارد، این شخص به آخرتی فکر نمی کند و آخرتی را هم باور ندارد، خب برای این افراد نمیتوان حرفی زد در این رابطه مگر اینکه او را در وهله اول به هدف خلقت و به جهان آخرت به یک باوری برسانیم که به فراتر از دنیا هم فکر بکند، دنیا را هدف قرار ندهد، هدف خلقت خود را دنیا تصور نکند که مثل چهارپایان بلا نسبت غرق بشود در دنیا و هیچ چیز فراتر از دنیا نداند و نشناسد. اما انسان مؤمن، انسانی که باورش صحیح است و نسبت به جهان آخرت و حیات بعد از مرگ اعتقاد و باوری دارد، هرچند ضعیف، بالاخره یک باور و اعتقاد است که انسان‌های مؤمن این باور و اعتقاد را همراه خودشون دارن، این ایمان به جهان آخرت. برای این افراد خیلی حرف برای گفتن وجود دارد. مهمترین خطری که انسان را در این حالت تهدید می کند، عرض کردم، خطر تسویف و تأخیر است، خطر امروز و فردا کردن و خود را به آینده‌ای دور و مبهم حواله کردن. این خطری است که هم در ارتباط با عمل صالح، هم در ارتباط با پاک شدن انسان از رذائل و به اصطلاح توبه کردن وجود دارد. برای عمل صالح انسان همیشه خود را به یک آینده حواله می کند، خود را به آینده‌ای که معلوم نیست، به اون آینده مبهم که معلوم نیست کی فرا برسد.
اونقدر امروز و فردا می کند که خودش هم حالش گرفته می شود، خودش هم گاهی به خود می خندد یا بر خود می گرید که چرا نمی تواند درست رفتار بکند. این همه سر کار گذاشتن خود برای چه؟ چرا اینقدر انسان اینقدر خودش را سر کار می گذارد؟ اون نفس و وجدان لوامه خودش را همیشه سر کار می گذارد. اون نفس لوامه ای که در درون انسان به انسان گوشزد می کند، ندا می دهد که کمی توقف بکن، به خود بیا، این چه راهی است که داری می روی؟ همیشه او را به یک آینده‌ای حواله می دهد، او را سر کار می گذارد، به خود هم می خندد احیانا. که این باید عرض بکنیم بر خود بگرید انسان بر این حالت که یک حالت بسیار خطرناکی است. همیشه انسان خود را به آینده حواله می کند. هنوز من جوانم، هنوز اول زندگی من هست، هنوز کجا تا عبادت، هنوز کجا تا التزام و پایبندی و عمل صالح، هنوز خیلی عمر جلو روی من هست، خیلی زمان پیش روی من هست، هنوز فرصت باقی است. شیطان هم که پشت این تصویف است، پشت این تصویف و تأخیر همیشه انسان را وادار می کند به این حالت و او را در این حالت تشویق می کند که تو هنوز خیلی جوانی، هنوز خیلی فرصت پیش رو داری، آینده تو خیلی دور دست است، دراز مدت است و خود را برای عمل صالح این گونه به تأخیر می اندازد. روزها بر او می گذرد، ماهها بر او می گذرد، هفته ها می گذرد، سالها می گذرد. خبر شد به عمری دراز مدت رسیده است، 40 سال 50 سال از عمر او گذشته است و هنوز دست روی دست گذاشته است. معلوم نیست تا کی میخواهد آغاز بکند. این است که در احادیث تصریح شده است به این مسئله که انسان‌ها معمولاً در زیان و ضرر خطرناکی هستند در ارتباط با تندرستی و در ارتباط با عمر و اوقات خودشون. نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. غبن یعنی ضرر فاحش، ضرری که انسان بسیار خسارت ببیند در اون ضرر، برشکست بشود. دو نعمتن که اکثر انسانها در آن چنان ضرری میبینند: تندرستی و فراغت، اوقات فراغت انسان. و در احادیث دیگری در رابطه هشدار داده شده است: 5 چیز را قبل از 5 چیز غنیمت بشمار: زندگانیت را قبل از مرگت، جوانیت را قبل از پیریت، فراغتت را قبل از مشغولیتت، تندرستیت را قبل از بیماریت و توانگریت را قبل از فقر و تنگدستیت. توصیه های پیامبر صلی الله علیه و سلم است که اینها را غنیمت بشماریم قبل از اینکه فرصت از دست برود. بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغیا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر. با اعمال صالح بر 7 چیز سبقت بگیرید. منتظر چه هستید؟ چه چیزی را انتظار میکشید؟ این دست اون دست میکنید، امروز و فردا میکنید. با اعمال صالح بر 7 چیز پیشی بگیرید. آیا انتظار میکشید فقری را که همه چیز را از یاد انسان ببرد، یا غنا و ثروتی را که انسان را طاغی کند، یا بیماری که انسان را تباه کند، یا سن پیری که انسان را به درجه خرفت بکشاند که نفهمد چه میگوید، هذیان بگوید به اصطلاح، عقل و هوش و حواس از انسان گرفته شود در آن حالت وقتی به سن بالا و کهنسالی رسید، یا مرگ ناگهانی که یک بار انسان را و بساط انسان را جمع بکند از این دنیا، یا منتظر دجال هستید که بدترین غایبی است که انتظار او کشیده می شود، یا بلکه منتظر قیامت هستید که قیامت تلختر و وحشتناکتر است از همه چیز. پس به انتظار چه چیز انسان خود را حواله می کند به آینده؟
دست روی دست گذاشته است و حاضر نیست قدمی بردارد. قدمهایش بسیار ضعیف، قدمهایی که انسان در مسیر دین خود برمی‌دارد معمولا قدمهایی است بسیار ضعیف که اصلا قابل مقایسه نیست با اون قدمهای سریعی که انسان برای دنیا برمی‌دارد. اون شتاب زدگی و اون دست پاچگی که انسان برای دنیا دارد ذره از اون را برای جهان آخرت خود ندارد. خودمون هم میفهمیم چقدر دست پاچه هستیم احیانا به خاطر دنیا، به خاطر منافع دنیا. از خودمون آن چنان دست پاچگی به اصطلاح به خرج میدهیم، نشان میدهیم که انسان خودش گاهی بر خود تعجب میکند. گاهی فرصت‌هایی را که انسان در دنیا میخواهد به دست بیاورد، یک سری منافعی را میخواهد حفظ بکند برای خودش که این منافع از دست او، از چنگ او نرود، چقدر حرص میخورد به خاطر آن. یک ذره از این حرص را بگذاریم برای منافع اخروی خودمان، برای جهان آخرت، برای سعادت ابدی، برای حیات ماندگار، حیات جاویدان. پس این تأخیر در اعمال صالح و تأخیر دوم تأخیر بر توبه و جبران ندانمکاری ها. از لطف پروردگار بر ما این است که راه توبه را به روی همه باز گذاشته است. همه انسان ها، گناهکارترین انسان ها حق توبه دارند. در توبه به رویشون باز است در هر زمانی، تا زمانی که احساس مرگ نکردند، تا زمانی که خورشید در آستانه برپا شدن قیامت از سمت مغرب طلوع نکرده است، تا زمانی که انسان به سکرات موت، به سکرات مرگ نرسیده است، حالت سکرات به او دست نداده است، میتواند توبه کند. اما این تأخیر در توبه تأخیر بسیار خطرناکی است. گرچه فرصت برای توبه هست، اما خیلی وقتا این توبه نیست. اگر انسان به مرحله‌ای برسد، حالا دو تا خطر هست باز اینجا که چنین افرادی را تهدید می‌کند. خیلی از افرادی که می‌دانند اشتباهاتی مرتکب شده اند، می‌دانند ندانمکاری هایی دارند، پرونده اعمالشون تیره است، خودشون هم راضی نیستن از سعی و تلاش خودشون هم راضی نیستن از پرونده خودشون. در همون حدی که بیاد دارند، در همون حدی که اهمیت میدهند. خیلی وقتا انسان خیلی از گناهان کوچک را دست کم میگیرد، عین خیالش هم نیست. خیلی از گناهان خود را هم به فراموشی میسپارد. در گذر زمان فراموش میکند گناهان خودش را، یا سهلنگاری میکند. اما در همون حدی که انسان قبول دارد که گناه کرده است، قبول دارد که کوتاهی کرده است، قبول دارد که تقصیر کرده است در حق پروردگارش، حق خدا را ادا نکرده است، تقصیر و کوتاهی زیادی دارد انسان، اما باز هم حاضر نیست جبران کند، حاضر نیست پوزش بخواهد، حاضر نیست به درگاه خدا عذر خواهی کند به اصطلاح از درگاه پروردگار. و این هم یک خطر دیگر که دو تا خطر اینجا وجود دارد، دو تا خطر بسیار سهمگین، بسیار تکان دهنده. یکی خطر قساوت قلب که ما گاهی اون رو دست کم میگیریم. قساوت قلب، تیرگی دل در اثر زنگارهای گناه را انسان شوخی نگیرد. خیلی از ضعف‌هایی که در اثر ایمان انسان در خود احساس می‌کند، این که انسان لذت طاعت و عبادت از او گرفته می‌شود، این لذت را احساس نمی‌کند، شور و نشاط طاعت و عبادت ندارد، برای طاعت و عبادت کسالتی در خود احساس می‌کند، این در اثر ضعف قلب است، در اثر زنگارهای دل و تیرگی قلب است که همون گناهان و معاصی پشت اون هستند. گناهان و معاصی که انسان‌ها انباشته کردند بر قلب خودشون. اون قلب را آنگونه که در حدیث آمده است: ان العبد اذا اخطأ خطیئه نکتت فی قلبه نکتة سوداء فان هو تاب و نزع و استغفر سقل قلبه و ان عاد زید فیها حتی تعلو علی قلبه. انسان وقتی گناهی میکند یک نقطه سیاهی در قلبش ایجاد میشود. اگر زود توبه کند، استغفار کند، دست بکشد از اون گناه،
قلبش صیقل پیدا می کند، اون نقطه سیاه پاک می شود و اگر تکرار کند اون نقطه سیاه اضافه می شود، روز به روز اضافه می شود، همینطور روی قلب انباشته می شود، متراکم می شود اون نقطه های سیاه تا اینکه دیگه سیاهی و تاریکی تمام قلب انسان را فرا می گیرد. این همون رین است، اون زنگاری که در واقع در حدیث آمده است و در قرآن هم تأیید آن به چشم می‌خورد. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، بلکه زنگ آورده است، زنگار ایجاد کرده است بر دلهایشون اون اعمالی که انجام میدادند، اعمال ناروا و ناشایست. این گونه قلب انسان را سیاه می‌کند، به مرحله‌ای میرسد که دیگه راه توبه به روی این قلب بسته می‌شود، چون توبه نیازمند یک قلب صاف و روشن است، یک قلبی که اون اندازه نور در آن باشد که انسان بتواند با اون قلب توبه کند، بتواند پشیمان بشود از گناه خودش. اون چنان نوری باید در قلب باقی بماند که انسان وقتی گناه کرد پشیمان بشود از گناه خود، نه اینکه بی خیال باشد، بی خیال بماند، بتواند پشیمان بشود. این ندامت و پشیمانی در قلب رخ باید بدهد، این باید در قلب اتفاق بیفتد. این ندامت و پشیمانی که در حدیث آمده است الندم و توبه، پشیمانی توبه است، اساس بر رکن توبه، مهمترین رکن توبه پشیمانی و ندامت است. این قلب سیاه کجا میتواند پشیمان بشود؟ پس انسان باید تجدید کند توبه خودش را، پی در پی توبه کند، هر روز توبه کند تا این قلبش سیاه نشود، گناهان بر قلبش متراکم نشود، اون آثار گناه. و خطر دوم خطر مرگ ناگهانی است، مرگ ناگهانی که در کمین همه انسان هست. خیلی ها از اون غفلت می کنند، مرگی که خبر نمی کند، خیلی مرگ هایی که گاهی از اون به ناهنگام یا نابهنگام تعبیر می شود که این تعبیر اشتباهی است. مرگ نابهنگام وجود ندارد اصلا، چون هر مرگی به هنگام است، بر اساس اینکه خداوند مقدر کرده است که عمر این شخص اینقدر بیشتر نباشد. عمر را خداوند مقدر کرده است و مقرر کرده است برای هر انسان. اما مرگ ناگهانی میگیم، مرگ ناگهانی که انسان را شوکه می کند، تمام اطرافیان را شوکه می کند و انسان را بیخبر از دنیا منتقل می کند بدون اینکه خودش احتمال بدهد. بعض وقتا انسان بیمار می شود، دچار یک بیماری طاقت فرسا و دراز مدتی می شود، بیماری هایی که شاید انسان در اون بیماری احساس خطر بکند، حدس بزند که شاید این بیماریش به مرگ منجر بشه. گاهی انسان حدس میزند، اما مرگ های ناگهانی را نمیتوان حدس زد که انسانی که در حین گناه و معصیت از دنیا میرود در همون حالت در جهان آخرت محشور بشود، با همون حالت گناه و معصیت یبعث کل عبد علی ما مات علیه، انسان روز قیامت زنده می شود بر همون حالتی که در اون حالت از دنیا رفته است، به همون صورت زنده می شود. اگر بر گناه از دنیا رفت در حین گناه در همون حالت زنده می شود. الاعمال بالخواتیم، اعتبار به پایان کار است، اعتبار انسان و اعتبار عمل کرده ما به پایان کار است. ببینیم پایان کار ما چه بوده است، آخرین صحنه زندگی ما چه بوده است، اون برای ما تعیین کننده است. پس انسان باید مواظب لحظات عمر خود باشد، مواظب پایان کار خود و آخرین لحظات حیات خود باشد، آخرین روزهای عمر خود باشد. مبادا خدای ناکرده در حین گناه و معصیت اجلش فرا برسد. در اون لحظه اگر اجل انسان فرا رسید یعنی با عاقبت بد از دنیا رفته است. متاسفانه باید بر حال او گریست. این شخص با یک حالت گناه و معصیت از دنیا رفت. این یک خطر است برای کسانی که توبه را امروز و فردا می کنند و به تأخیر می اندازند. اینا همه نتیجه همون عمل است.
همون بلند پروازی، همون آرزوهای دور و دراز، همین که انسان آینده خیلی دوری را برای خود ترسیم می کند و حاضر نیست باور کند. در اثر دلبستگی شدید به دنیا حتی اگر نام مرگ هم جلوش برده شود خود را به آن راه می زند. سعی می کند حواس خود را پرت بکند از این جریان، از این واقعیت. خود را به بیخیالی می زند تا مرگ را فراموش بکند. اون مرگی که بزرگ و کوچک نمی شناسد، پیر و جوان نمی شناسد. نگاه بکنیم به اطراف خودمون، چند تا انسان مسن در جامعه وجود دارد. انسان‌های کهنسال و مسن بسیار انگشت شمارند. افرادی که از سن مثلا 60 سال و 70 سال بالاتر باشند بسیار انگشت شمارند. معنا و مفهومش این است که انسان‌ها معمولاً قبل از این سن از دنیا می‌روند. معمولاً ده ها جوان و نیمه سال به اصطلاح میان سال از دنیا می‌رود، ده ها کودک و نوجوان و جوان و میان سال از دنیا می‌رود، مثلا یک انسان مسنی از دنیا می‌رود. خیلی انسان‌ها در سنین قبل از کهنسالی از دنیا می‌روند، اجلشون فرا می‌رسد. حوادث و سوانح هم که امروز بسیار زیاد هستند. سکته‌های قلبی هم زیاد شده است متاسفانه، در اثر عدم تعادل در زندگی انسان، عدم تغذیه مناسب، چیزهایی که زندگی انسان را و سلامت انسان را به مخاطره می اندازند اونقدر زیاد شده اند، برخلاف اینکه علم پزشکی اینقدر پیشرفت کرده است اما از اون طرف سلامتی انسان به اسباب مختلف به مخاطره می افتد. انسان ها در معرض خطر قرار می گیرند. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من سليم مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. از تقوا توشه برگیر. این ابیاتی است که از امام شافعی رحمه الله نقل شده است. از تقوا توشه بگیر، برای خودت توشه تقوا را ذخیره کن، زیرا که تو نمیدانی هرگاه شب فرا رسید آیا تا صبح زنده هستی. چه بسا انسان‌های تندرستی که بدون حادثه از دنیا، بدون بیماری از دنیا رفتند. انسان‌های تندرست بدون بیماری، با یک حادثه کوچک، با یک ضربه مغزی از دنیا رفته است. و چه بسا انسان‌های بیماری که سالها زنده ماندند. عمر به این مسائل ارتباطی ندارد خیلی. و چه بسا انسان‌های جوانی که صبح و شب خود را در امان احساس می‌کنند، در حالی که کفنشون آماده است، کفنشون ساخته شده است، از کارخانه بیرون آمده است، خودشون هم خبر ندارند. اینها واقعیت هایی است که انسان را باید به حرکت وادار بکند، یک حرکتی پویا در جهت صلاح و شایستگی عمل و در جهت سعادت اخروی، که انسان بتواند همان گونه که در دنیا به سعادت دنیا و رفاه دنیا علاقمند است، این سعادت و رفاه را برای جهان آخرت هم ان شاء الله تعالی برای خود فراهم بکند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم و لوالدی و لوالدیکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. إنما يخشى الله من عباده